1941 سر شدگی 45 با 9 مای با تمام شدگی. آگه میگو فولا. صیف چنده؟ 5. یگون چی نمیدونید درباره جنگ بزرگی وطن؟ مکتب چند نمیدونید؟ Авто? Она началась в 1939, закончилась, а потом в Москву уже перешла в 1941, закончилась в 1945 году. В 9 мая. Я знаю, что это святой праздник, что СССР победил на фашизм, нацизм. Ну, это святой праздник не только для русских. Да, в 1945 году, 9 мая. Я помню. در مورد جنگ بزرگ وطنی در مورد جنگ بزرگ وطنی از سال 1941 که شروع یافته است تا سال 1945 خیلی از شهروندان جمهوری SSR یعنی که فهمیدن آنها زیاده از 20 میلیون با گفته آدمان که آدمان هلاک گشتند و برای دولت وطن خود فدا نکرده برای وطن و مادر خود به جنگ رفتند. بر ضد فاشیسم یعنی که بر ضد نمیسا که گرمانیا از سال 1941 سر کرده با طرف مسکو هجوم کرده همه آنها دولت‌ها رو مثل دولت‌های با SSR نزدیک بوده آنها رو ضبط کرده تا به مسکو اومدن بعد شهروندانی که از SSR همون دولت‌هایی که دوست بودن آنها بر ضد فاشیسم مبارزه برده SSR رو به دست دشمن ندادن. یگان 1939 در Европа سر شد بعد 41 در دامی SSR بعد 45 در تمام شد. در سانت پتربورگ وقتی که بلاکادا در میغالتا همجا سر شد بعد زده رفتن با همه وست Европа خواست کردن. ما SSR Советский Союз. جنگ بزرگ وطنی بین اتحاد شوروی و بین گرمانیای فاشیستی گذشته است که از سال 1941 گرمانیای فاشیستی با اتحاد شوروی ناگهان هجوم کرده است به اعلان جنگ و در طول 4 سال جنگ دوام کرده است که در نتیجه اتحاد شوروی غلبه کرده است بر ضد در برلین بعدی که برلین رو ضبط کردن اون وقت اتحاد شوروی غلبه کرد. درباره جنگ بزرگ وطن چی میدونی بگو؟ نمیدونید یگون چی؟ ولی نمیدونم اکه گذشته است. سال 1941 سر شد و سال 1945 تمام شد. در برلین تمام شد. در برلین. بین کی جنگ شده؟ بین روسیه و گرمانیا. SSR و گرمانیا. نمیدونید؟ بابسه موقع خیلی صرفا نمیریم جنگ بزرگ وطن ده بخشش نه خیلی معلومه نقل میکنم موقع خیلی کم ببخشید